اسلو تیوی یکی از پرتماشابین‌ترین کانال‌های اپوزیسیای تاجیک در شبکه یوتیوب که روز 20 دکبر مسدود شد دوباره باز شده است. محمد اقبال صدرالدین مؤسس اسلو تیوی در صحبت به پایگاه خبری بامداد گفت یوتیوب در توضیحش نوشته است که از بس که از سروقه‌های مختلف به کانال اسلو تیوی حمله‌های متشکلانه صورت گرفت، مأموریت شبکه مجبور شد که برای تحقیق کانال را یک مدت مسدود کند. او گفت به احتمال غالب این حمله ها را مقامات تشکیل کردند چون که برنامه های ما سخت عصبانیشان میکنند. مقامات تاجیکستان این قضیه را شرح ندادند. اسلو تیوی یکی از منبرهای عمده مخالفین به شما رفته به شکل صحبت‌های مستقیم با مردم برنامه پخش میکند. این کانال با یک لعن شدید از حکومت کنونی تاجیکستان انتقاد میکند. بیش از 150,000 آبونچی داشته ویدیوهایش را حدود 95 میلیون مرتبه تماشا کردند. محمد اقبال صدرالدین یکی از مخالفان سرسخت حکومت تاجیکستان که در فرانسه به سر میبرد در یوتیوب یک کانال دیگر با نام اسلو پلوس و همچنین سامانه اسلو نیترون میچرخاند. صحبت‌های مستقیم این رهبر مخالفین همچون توسط شبکه‌های اجتماعی و اساساً از طریق فیسبوک نیز مستقیما پخش میشوند. همچنین در سایه افزایش تماشابین‌های اسلو تیوی بر پایه ویدیوهای این کانال در یوتیوب چند کانال دیگر به مثل خلاصه تیوی، دوربین تیوی، افق تیوی و غیره پیدا شدند که اساساً از حساب بازنشر پاره‌های از صحبت‌های مستقیم محمد اقبال صدرالدین در کانال اسلو تیوی تماشابین جمع می‌آورند. منابع نزدیک به حکومت کنونی تاجیکستان نیز اسلو تیوی محمد اقبال صدرالدین را موفق‌ترین طرح مطبوعات اپوزیسیای کنونی در خارج اعتراف می‌کنند و می‌گویند در دوشنبه خیلی نگران تاثیر آن به ذهن مردم بخصوص به ذهن مهاجران تاجیک در روسیه و کشورهای دیگر میباشند. همچنین توسط اسلو تیوی هر هفته با تکیه به منابع این شبکه در داخل حکومت سیل کمپرامت‌ها درباره منصبداران بلندپایه حکومت کنونی تاجیکستان و افراد نزدیک به این حکومت نشر می‌شوند که نیز مایه تشویش‌های جدی در دوشنبه شده است. مقامات محمد اقبال صدرالدین و کانال او را به پنهان کردن تهمت و بهتان درباره اعضای کلیدی حکومت و خویش و تبار پرزیدنت امامعلی رحمون عیبدار می‌کنند.